استقبال از فصل زیبای سال بهار نازنین و نوروز جهانی را ریاست استادان و دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوان با رعایت رسم و آیین برگزار نمودن چاره‌بینی فرهنگی، آراستن دسترخوان پر از ناز و نعمت و سنت‌های خاص این جشن ملی با آمادگی همه‌جانبه جشن گرفتند. گفته شد که نوروز بزرگترین جشن ملی نیاگان ما به حساب رفته دارای تاریخ هزار ساله ها می باشد. نوروز پیوندگر نسل امروز با رسم و آیین، ارزش های استتیکی، مهر و صداقت و عنعنه های نیاگان می باشد. جشن نوروز از قدیمترین و بزرگترین عیدهای مردمان آریایی تبار بوده عمری دراز بیش از 6000 ساله دارد. طوری که از نام آن برمی آید نوروز روزی نو معنی داشته در اول سال نو خورشیدی به استقبال سال نو برگزار می شود. نوروز جشن فرارسی بهار نازنین، زنده شوی طبیعت، آغاز کارهای کشاورزی و باغداری، ایام برابرشوی شب و روز در بهار می باشد. نوروز جشن است تمام عالم طبیعی را زنده می نماید و دهقانان در این ماه به کشت کردن آغاز می نمایند. از نگاه حساب ستاره شناسی موافق سرچشمه های تاریخی نوروز را در اول ماه فروردین جشن می گیرند. مهمتر از همه ساکنان شهر و ناحیه های مملکت فرارسی این جشن ملی را با عملهای تازه‌کاری و نهالشینانی، تدبیرهای آبادکاری و سازندگی و دستاوردهای نظررس استقبال می نمایند. در روز نوروز جهانی همه سرجم آمده خوشنودی و خرسندی می نمایند. از صوت و نوای دلنشین و راهاندازی چاره‌بینی فرهنگی برمی آید که استادان و دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوان نوروز عالم افروز را خوش و خاطرمان جشن گرفتند.